السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران، پدران و مادران، ای همه شما احترامانا خواهش میکنم شخصانی که همین ویدیو را تماشا داره به دیگر شخصایی که ای چیز بخبرم این التماس میکنم، خواهش میکنم برسونین و بعدا کلاس رو زیر کنین، کامنتاری بنویسین، فکرای خودتون در موضوعی که حاضر من گپ میزنم. У нас много трудностей. Индийское правительство говорит нам уходить. Убейте нас, но мы не уйдем. Что же нам делать? Здесь хотя бы мир, мы можем заработать на еду. Здесь тяжело, но в Мьянме нас убьют. Они разрушают наши дома, и мы остаемся ни с чем. این صورتایی که حاضر شما دیدین، این ویدیویی که حاضر شما دیدین، این یکون فیلم اوجستی نیست، یکون فیلم فانتاستیک نیست. این مصیبتی که یک چند روز پیش در سر مسلمان ها در میانمار یعنی بیرما اومدگی بود، این همون مصیبت است. اینها از این مصیبت پناه بردن اول به خدا و بعد گریزه شدن بر شهری بنگلادش، دولت بنگلادش مقصد گریزه شدن زیاده از 125,000 نفر که تا حال دوام دارد. مقصد مردم گرفته است و شخصانی که بعد این تماشا کردن این ویدیو اگر بتونن آزاد خواه کنن، مرحمت برین آزاد خواه کنن. شخصانی که مقصد ایمان قوی دارن، یعنی خونی انسانی دارن، شیر انسان خوردگی، یعنی مقصد مسلمانی کامل هستند، من باوری دارم که بی‌طرف نمیشوند، یعنی یکم ذره هم باشه سهم خودشون هم میگذارن. و بعدا من به نهایت زیاد فکر کردم ممکن بعد این نوار بسیاری برادرای ما بودن که ما بهتره که وطن خون رو آباد کنیم، ما مسلمان ها باید نگیم که وطن خون رو آباد کنیم. و یا هم برادرای ما هستن مقصد و یا هم الحمدلله مسلمان هستن در وطن خون. الحمدلله یگان کس گشتنی نمورده است، همه الحمدلله سیر پره یگان کس گشتن است. الحمدلله مردمی و یا نولانانی که بخره، اما این برادرایی که در بنگلادش گریزه شدگی یا بعضش ای گشتنگی مرده استن، ای بی‌لباسی و تشنگی و مقصد مرده استن. و خاطر همین شما را دعوت میکنم به همه مردم تاجیک، چی در خارج کشور هستند، چی در داخل کشور هستند، چی در مقصد فرق نداره روسیه، خیتای، امریکا، گرمانیا، تاجیکستان فرق نداره، همه را دعوت میکنم همین ویدیو را بگیرید، در همه پهن کنید، روی کنید تا که همه ببینه. مقصد شاتوی کردگی هم برادرو شات ما در روسیه های. مقصد میتونم فقط این نامه کرده در اکران میبره برادرو. شخصانی که زبیربانک میفهمن میتونن در زبیربانک پرتوین، شخصانی که زبیربانک نمیفهمن میتونن که در نمره تلفن بیلاینی که همینجا برآمدگی مقصد آزاد چخری که در تلفن خودتون شاد میپرتوین، همین خیلی در همین نمره تلفن شاد پرتوین. و شخصانی که ای خیتای، ای گرمانیا، امریکا یا تاجیکستان میخوان سر خودشون بگذارن و یا میتونن که ما در واتساپ مراجعت کنن، ما راهاش هم میفهمونیم چه مقصد پرتوفتن در کار. واتساپ ما برادرها همین نمره دای مقصد همین 967 87 45 95 همین در بنویسین مراجعه کنید. انشاءالله ما همه راهاش هم میفهمونیم که چه سمیختون گذاشتن در کار. و بعدا ما طول یک ماه جمع میکنیم همین سوما خطی برادرای چچنی که مقصد اوجه رفتگی هم در همونجا سمیختون گذاشتگی هم ما میریم با همون مسئله میکنیم راهایی که چه ما باید بنگلادش بریم کمک کنیم انشاءالله و یا یاردم میکنن. و بعدا اگر سومی که مقصد سومی لازمه که جمع شد انشاءالله ما سفر میکنیم بنگلادش میریم برای دستگیری برادرای میانمار.
اگر سومی که ما در کار باشه مثلا همون سومی که لازمه جمع نشید ما همون چند تا سومی که جمع شید ما میدیم در دست همون برادرای چچن بسپاریم انشالله ای طرف ویدیو ابرشنی میکنن مثلا که سوم قبول کردن چند سوم جمع شد چند سوم قبول کردن هوایا میبرن چون مقصد میسپارن اینامی برادرای تاجیک باقی در امان الله باشید خداوند نگهبانتان باشه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته